رو بهانه کرده کمال رو از آن خود می‌سازند. وگرنه در پیش تو را گریه‌های زیاد انتظارند. برای در این باره صحبت کردن دیر شده است. کمال انتخابش رو کرده است. تو علاقه خودت رو به این عادت میکنانی. آفرین. دخترم، نمیفهمی این کار بسیار جدی است. خدا نگاه دارد. اگر به استانبول بیایند به این جرأت نمیکنند. اگر چنین حالت به وقوع آید کمال روی فرزندانش رو نمیبیند. فکر کرده گپ زن سوزن. دشمنی تو کمال نیست، آن بنسب هاست. کمال رو برگرداندن خواهی؟ غرغر کردنت رو بس کن. هزار ببخشش. بعد از این قدر کارها کمال را نباید من برگردانم، بلکه کمال برای برگردانیدن من کوشش کند. اما پس تو باید کمال را به سوی خود جلب کنی. کاری کن که تو را پزمان شود. با اون نشان ده که چی ها را از دست میدهد. بر ضد کمال جنگ اعلان کنی به تو یگان فایده نیست دخترم. خانم اجازه به فکرم مرد آمد. خوش آمده پسرم. پسرم اینجا بیا آخر. نه بیبی جان، خستم. پسرم به تو چی شد؟ این چه احوال؟ همه خوب است. یا اینکه با اجه جنجال کردی؟ این بچه چی درد داشته باشد؟ شما شوخی میکنید یا جدی میپرسید خانم مجیده؟ بعد از این قدر کارهای شده باز چی درد دارد میگوید؟ آفرین به خدا. فهمان نیلگون، بس است. اگر به یاری تاجیلی روم اونقدر به من مشغول نمیشند. مرا به حالم گذار، من خوبم. نیلگون مان بس است میگوید. بیا با فرزندان یک صحبت کنیم آخر. چی گپ است مادر؟ دوستم من بیرون میبرم. این طرف شینید. پدرتون به من تکلیف اویلا دورشوی رو کرد. من قبول کردم. انا همین خوشخبری حقیقی است. بسیار خرسند شدم مادر جان. یک عمر خوشبخت باشه انشالله. چی رنج و عذابی که تا امروز دیدیم در آخر فایده کرد. بسیار شاد شدم پدر. تو خرسند نشدی؟ به خاطر اون که اسرت دزدیده شد این پیشنهاد رو کردید. پسرم، فکر میکنید که قهرمانی میکنید؟ اسرت رو دزدیدن نجات دادید، اکنون باشد ما رو نجات میدید. این کار رو از همه زیاد تو میخواستی قادر. اکنون چی شد؟ من باید دانم جناب کمال، شما در حقیقت میخواهید یا اینکه به ما دلتان میسوزد و برای همین با مادرم اویله دار شدن میخواهید؟ به من جواب دید. اگر حسرت رو نمیدزدیدند هم با مادرم اویله دار شدن میخواستید؟ وقتی که حسرت رو دزدیدن همه امان غمگین شدیم، ترسیدیم. خلاص از سرمان هزار فکرهای گوناگون گذشت. آن روزی بدترینی حیاتمان بود. ولی من هیچگاه ناگهان به یک قراری به همه دخل دار نمی آیم. فهمیدی؟ من میخواهم با نیلگون عائله دار شوم برای آنکه در حقیقت او را دوست می‌دارم. او را در حقیقت دوست می‌دارم. من میخواهم با نیلگون عائله دار شوم برای آنکه خواهشی برپا کردن عائله بهترین را دارم. من نمیخواهم که گردی میزتان یک کرسی خالی باشد. میخواهم که تو مرا جناب کمال نه بلکه پدر گویی. پسرم، محض برای همین میخواهم با نیلگون عائله دار شوم. شما کی ها به این حق داشتید مادر؟
агар шумо хушбахт бошед, пас ман хушбахттарин инсони рӯи оламам. хушбахтам. табрик мекунам. این انگشترین را 25 سال قبل برای مادرتون گرفته بودم، اما داده نتوانستم. حیات به من امکان نداد. اگر این را دادنی باشه میخواهم که در نزد شما پیشکشش کنم. میشود؟ خوب استی پسرم؟ اجه چی درد داشته است؟ صحبت کردن خواسته است. این رو میدونم. چی گپی مهم داشته است که تا سحر انتظار شده نتوانسته است؟ اهمیت ندید مادر، چیزی مهم نیست. ولی نمودت این طور نمیگوید. مادر صحبت کردن نمیخواهم، خستم. وقتهای پیش همه دردت رو با پدرت نقل میکردی. من باشم آخران از سری تو خبر میشدم، تو رو رشک میکردم. ولی حالا که پدرم نیست مادر، این چنین هیچ چیزی نیست که رشک کنید. من هستم پسرم، من در همین جایم. اگر صحبت کردن خواهی بدون که من همیشه در برات هستم. با خدا تبریک میکنم خالای نیلگون، اماکی کمال. من بسیار خرسان شدم. سلامت باش. سلامت باشی با. میدونم همه چیز زود به وقوع اومد، اما زود به وقوع آمد؟ با این 25 سال دیر شد نمیگوی نیلگون؟ فهمو من خب میکنم. با پدرتون صحبت کردیم و قرار دادیم که بعد از این حادثه ها در اینجا یک روز هم نمی ایستیم. پگاه همه یک جایه به استانبول می رویم. چه یعنی؟ در اول هر چقدر زود باشد همان قدر بهتر. خوب، اما مکتبی من چی می شود؟ من فکر نمی کردم که اینقدر زود به استانبول می رویم. ولی چنان کاری درست میکنند که زیرا در اطراف ما پوری بیشرف و بیناموسا است. هر وقت میتوانند ضرر رسانند. آخر ما کی در این شهر تبسم کرده بودیم که حالا پیش از رفتن گریه کنیم. من معمای مکتبت رو حل و فصل میکنم دخترم. شاید آغاز نو برای تو نیز خوب باشد.